من این شعر رو هر جا فرصت کنم میخونم و خیلی هم تا مورد علاقه بوده. جوانی، پسر جوانی با معشوقش داخل یک کرو بودن، یک قایق. یه جوانی پاکباز و پاک رو بود که با پاکیزه رویی در کرو بود. چنین خواندم که در دریای اعظم به گردابی در افتادند با هم. چون الله آمدش تا دست گیرد پسر رو، مبادا کاندر آن حالت بمیرد. همی گفت از میان موج و تشویر، مرا بگذار و دست یار من گیر. در این گفتن جهان بر وی برآشفت، شنیدندش که جان میداد و میگفت. حدیث عشق از آن بطال منیوش، که در سختی کند یاری فراموش. چنین کردند یاران زندگانی، ز کار افتاده بشنو تا بدانی. که سعدی راه و رسم عشق بازی، چنان داند که در بغداد تازی. دلارامی که داری دل در او بند، دگر چشم از همه عالم فرو بند. اگر مجنون لیلی زنده گشتی، حدیث عشق از این دفتر نوشتی.